سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان، سروران، هموطنان عزیزم. امیدوارم که همه شما سلامت و پاینده باشید. میترسم بگم انشالله همتون خوش باشید، چون میدونم متاسفانه خوشی در ایران نیست، خصوصا که الان نزدیک شب عید، نزدیک عید نوروزه و مردم به خصوص اونهایی که بچه های خردسال دارن، از طبقه ضعیف هم هستن، سخت فکرشون مغشوشه به خاطر گرانی ها و به خاطر تورم و به خاطر این که دستشون خالیه. اول شعری رو تقدیم حضورتون میکنم و بعد مطلبی رو عرض میکنم خدمتتون. اگر مالک شوی ملک جهان را، به زیر پر نهی هفت آسمان را. اگر بر تخت کیخسرو نشینی، نهی بر سر اگر تاج کیان را. اگر قارون صفت گنجور گردی، زراندو در نمای خانمان را. دم عیسی اگر باشد نصیبت، کز آن احیا نمایی مردگان را. اگر زیبایی یوسف دهندت، کنی پابند عشقت این و آن را. اگر خضرت شود پیر طریقت، به دست آری حیات جاودان را. چو اسکندر روی تا چشمه هور، مسخر گر کنی استارگان را. خدا را ای پسر خوشتر از آن نیست، که بنمایی مدد بیچارگان را. نیفتد سودمند این پند ثانی، به غیر از یار رند نکته دان را. عرض کردم این روزهای سختیه بر مردم میگذره، جیبها خالی. عرض شود که جنس ها گران، متاسفانه دچار مسئولینی شدیم که جز پر کردن جیب خودشون هیچ فکری ندارند. ملت ما دچار فقر و فلاکت و گرسنگی هستند و متاسفانه آنچه را که سهم مردم ایرانه دارن میدن به فلسطینی و لبنانی و غیره. به هر حال آنهایی که باید به فکر مردم باشند نیستند. بهترین است که خود ماها دست به دست هم بدیم، خودمون به فکر خودمون باشیم. اونهایی که دستشون به دهنشون میرسه فراموش نکنند که شاید در همسایگیشون کسی باشه که بچه‌اش نان نداشته باشه بخوره. شب عید اونهایی که میرید برای خرید و دستتون به دهنتون میرسه و تا حدودی وضع مالیتون به حمدالله خوبه و برای خرید برای خانوادتون میرین، فراموش نکنید که بچه اون کارگری که اندک حقوقی میگیره که حقوقش کفاف اجاره خونه و عرضم به حضورتون که حتی سیر کردن شکم زن بچهش رو با نان خالی هم
نمیده. به او هم توجهی داشته باشید، به اون همسایه هم توجه داشته باشید. به هر حال فراموش نکنیم که هموطنان ما در شرایط بدی زندگی میکنند و امیدوارم که شماهایی که یه مقدار وضعتون خوبه دست اونها رو هم بگیرید که انشاءالله خداوند دست همتون رو و دست هممون رو بگیره. من دستبوس همه شما هستم. برای همگیتون آرزوی سلامتی و شادکامی دارم و امیدوارم که هرچه زودتر شماها و ما همه ملت ایران از چنگ این ظالمان نجات پیدا کنیم. خداوند یار و نگهدارتون و بدرود.